معارف که در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصه سرور معظم آن امامعلی رحمان همچون سمت افضلیتناک و سمت کلیدی دانسته شده است. در سالهای بعد وحدت ملی به موفقیت ها به کامیابی های خیلی خوبی رسید. طبیعی است که افزودن تعداد خوانندگان، بازیاد گشتن نفوذ اهالی این یک سمت یا یک رکن طبیعی باشد. به خاطر تامین نمودن جای نشست، مهیا نمودن شرایط مساعد در مؤسسه‌های تعلیمی، حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که صدها مؤسسه‌های تعلیمی زمانوی در شهر و ناحیه‌های جمهوری و خاصه در ولایت ختلان سازد. به امضا رسیدن برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ولایت ختلان از آن سمت‌های میباشد، از آن چاره‌بینی‌های میباشد که حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که توسط اجرای این برنامه در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان برای تامین نمودن خوانندگان به شرایط مساعد کارهای ارزنده را به سامان رساند. وضعیتی که امروز ما را فراگیر است و آن سمت‌هایی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشنهاد نموده بود و آخرین سمتی که برای رشد صنعت کنونی خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان این نیاز داشتن به کادرها تامین نمودن کادرهای بلند اختصاص می باشد که محض توسط دانش و از بر کردن دانش‌های زمانوی می توانند که متخصصان خوب در ساحه گوناگون صنعت ما تربیت کنیم، به پایان رسانیم و کارخانه‌های بنیاد شونده را با کادرها تامین نماییم. خلاصه وحدت ملی این یک درکشایی بود که به رشد معارف، این یک پایه استواری بود که بهره گیرنده آن اساساً جوانانی هستند که منبع در تشکل معنوی خود و در تکمیل دادن ساحه‌های گوناگون خواجه قشلاق باید فعالیت نمایند.